Вот, вы что? Посмотрите, что он сделал! دعوا و کشمکش تظاهرگران با ماموران پلیس در آستانه. روزی 21 مارس تقریباً 20 نفر از ساکنان شهر به نشان اعتراض از تغییر نام آستانه به اینجا آمدند. آنها نمیخواهند که شهر نام نورسلطان را بگیرد. تظاهرات در نزد شهرداری آستانه صورت گرفت ولی دیر دوام نکرد. افسران پلیس آمده همه تظاهرگران را بردند ولی معلوم نیست بر ضد آنها چی اتهام اعلان می شود. نورسلطان نظربایف که تقریباً 30 سال رهبر قزاقستان بود، روزی 19 مارس غیر انتظار از مقامش استعفا داد. اما عضو شورای امنیت قزاقستان و رئیس حزب نوراتن میماند. قاسم جامت تاقیف رئیس پارلمان که به حیث رئیس جمهوری موقت روزی 20 مارس سوگند یاد کرد، در پارلمان پیشنهاد داد که پایتخت قزاقستان نورسلطان نام گذاشته شود. پیشنهادی که همان لحظه قبول شد. پایتخت کشور باید نام رئیس جمهوری ما را داشته باشد و باید نورسلطان نام بگیرد. اما 40,000 نفر از شهروندان قزاقستان با امضای مراجعت نامه خواستند نام آستانه تغییر نیابد. شهر مذکور در 60 سال اخیر 4 مراتب تغییر نام کرده است. آن تا سال 1961 اکمالینسک بود، سپس تسلینوگراد شد. بعد دست یافتن قزاقستان به استقلال آن را آقمالا نام نهادند. سال 1997 وقتی پایتخت قزاقستان از الماتا به آقمالا کوچید، آن را به آستانه تبدیل دادند.